تو آسمونم از صبح میتابه، هیچی جز آواز گنجشگاه تو گوشم نیست، تو گوشم نیست، صدای باد خزون سرد دوباره تو گوشم زمزمه کرد، دارم میرم مرد تموم شد دیگه فصل سرد، فصل سرد. فریاد فریاد میکشم از این دیوار، نمیذاره بیان چیزایی که میخوام، من این دیوارا رو میشکنم. بلندتر بلندتر فریاد میکشه قلبم، من از این همه دیوار دیگه خستم، ولی باید استقامت داشت. سلام، من مهدی هستم، 10 سالمه، کلاس 4م. یه ماه اومدم اینجا. چرا اومدی ترکیه؟ به خاطر مادرم. مادرتون چند وقت ترکیه هستن؟ 4 4 ماه. میدونید مادرتون چرا از ایران خارج شدن؟ به خاطر اینکه ما همیشه اذیت میشد. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. من دنیا موحد هستم، یک همجنسگرا، و با افتخار اینو میگم چون بابتش خیلی تو ایران اذیت شدم. اینجا احساس میکنم راحت‌تر میتونم این حرفو بزنم. شاید اینجا جلوی بعضی ایرانی‌ها نتونیم این حرف رو خیلی راحت عنوان بکنیم، ولی بازم وقتی یکی از خودمون رو میبینیم خیلی راحت باش در دل میکنیم و صحبتامون رو میگیم. شما خودتون تنهایی اومدی ترکیه؟ بله، قاچاق اومد. قاچاق اومدی؟ توضیح میدید چطوری اومدی؟ قاچاق من از کوه اومدم، از کوه اومدم و اونجا 2 ساعت من اونجا نشسته بودم تا افغانی‌ها بیان منو ببرن. اونجا من خیلی سر میخوردم، خیلی سخت بود، سرد بود، انگشتای پاهامو حس نمی‌کردم از سرما وقتی اون 2 ساعت که تنها بودم. وقتی داشتیم میرفتیم با افغانی‌ها خیلی منو اذیت کردن، خیلی در حدی که منو حتی زدن. وقتی داشتیم میومدیم، وقتی رسیدیم به مرز ترکیه، از این نورا مینداختن که اونا مجبور میشدیم خیلی آروم و خیلی بد بریم. بعد من میخواستم برم، اون زمینم پر خار بود، مجبور میشدیم رو زمین باید کشته میشدیم میرفتیم که نور نخوره بهمون، سایمون بیفته معلوم شیم. بر همین دیگه دستام پر خار بود، لباسام هم خیلی کثیف شده بود، یکی از کفشام ترکیده بود قشنگ، یعنی چی بگم دیگه، پاره شده بود، اصلا بندش دیگه نمیشد دست. وقتی رفتیم رسیدیم بود که لب مرز رو رد کردیم، بعد رفته بودیم تا یه کوههای خیلی بالاتر، سربالایی بود، اصلا نمیتونستم برم. افغانیان کمکم نمیکردن، فقط یکیشون خیلی مهربون بود، یه کمک کرد به من که من رو گذاشت رو کولش، من رو برد بالا از سربالایی. من رو که برد بالا، بعد رسیدیم به روستا، اونجا ما رفتیم خوابیدیم و رفتم گور. بعد همین سختی رو کشیدی که فقط به مادرت برسی. بله. مادرت خیلی دوست داری؟ خیلی. من در حال حاضر 31 سالم، متولد سال 60 هستم. توی ایران حسابدار بودم. البته چیزی که شروع کردم، چون من چند ترم پرستاری خونده بودم، بیمارستان کارم رو شروع کردم. از 14 سالگی هم کار میکنم و 14 سالگی تو بیمارستان البته کار میکردم، کمک بهیار بودم. همینطور درس خوندم و کار کردم و تا بعد که رفتم لیسانس حسابداری گرفتم و کار حسابداری رو حدوداً 8 سال خورده یعنی حسابدار بودم، تا اینکه از عید امسال که من بنا به دلایل خیلی واقعا
دوست دارم عنوان میکنم، یعنی حالا در ادامه بحثمون حتما میگم. به خاطر همین دیگه از کار و اینا، یعنی از همه چیز فقط تو این فکر بودم که یه جوری قاچاق هر جور شده از ایران بیام که تونستم از مرز ترکیه خارج بشم و به ترکیه بیام. حسشو شاید خیلی قبلترش من میدونستم. من توی خانواده مذهبی بزرگ شدم، یه خانواده فوق‌العاده مذهبی. شاید روزی که خودم فهمیدم عاشق همکلاسیام هستم، عاشقشونم و هیچ وقت نمیتونم مثل اون موقع همسنای من به اصطلاح که با پسر و این صحبت ها دوست میشدن دوست بشم، شاید خیلی کمتر بود، یعنی شاید 12-13 سالگی 14 سالگی این اتفاق افتاده بود. اما وقتی که به این مسئله پی بردم که واقعا عاشق یه دخترم و عاشق اون موقع به عنوان دوست اونا رو قبول داشتم، یعنی نمیتونستم قبول کنم که این مسئله رو که من چرا اینطوری هستم. رو حساب مهربونی خودم میذاشتم، رو حساب این که شاید از پسرها خوشم نمیاد، رو این حساب. وارد دبیرستان که شدم قضیه خیلی عمیق‌تر شد. عاشق میشدم، به قول معروف غیرتی بازی در میآوردم سر دوستام. جوری بود که اونا به اندازه عاشق من میشدن که اگه باشون قهر میکردم یعنی جوری میشد که مادرشون رو در خونه ما میفرستادن که آره این قهر با ما و باید آشتی کنه. این حسو خیلی بیشتر درک کردم، ولی راستش رو بخواین یعنی یه چیز واقعیته، واقعی، یعنی یه چیزی که نباید ازش فرار بکنیم. گناه میدونستم. انقدر با خودم کلنجار رفتم. اعتقادات مذهبی داشتی؟ من نداشتم. میدونی توی خانواده مذهبی که بزرگ بشی بخوای نخوای الگو برداری میکنی. همونطور که گفتم شاید تا سن 15 سالگی من احساس گناه کردم. من عاشق نوازش کردن این دخترم، عاشق اینم که واقعا همجنس خودم آغوشم بگیرم. خب سنی رسیده بودم که خواستگار میومد میرفت و من خیلی اعصابم به هم میریخت، یعنی واقعا داغون میشدم که قراره یه روزی من باید با یه پسر ازدواج کنم. یعنی بازم نمیتونستم، یعنی همیشه میگفتم که شاید یه روزی مثلا خب طرفم دوست داشته باشم. جنگیدم تا سن 17 سالگی. متاسفانه نتونستم مقاومت بکنم. تنها کاری که تونستم بکنم روزی که به من گفتن لباس عروس بپوش که برای من این مسئله مرگه. من شاید یه روزی کفن تنم بکنم ولی هیچ وقت دوست نداشتم لباس عروس تنم بکنم. البته همچون که گفتم رفتم خونه یکی از عموی کوچکم با پدرم مشکل داشت. 2 روز رفتم اونجا. عمو فکر کرده بود که خب مثلا من کسی دیگه ای رو حتما میخوام و اینو نمیخوام و این حساب اومد میانجیگری. و پدرم تا وقتی منو دید خب حالا کتک‌هایی که دیگه ماشاءالله چاشنی حرکات ماه که چرا این کارو کردی. شاید تا اون روز همه فکر میکردم من به خاطر شاید کسی دیگه ای پای کسی دیگه ای در میونه و رو این مسائل منو کتکم میزدش. خدا رو شکر میکنم لباس عروس نپوشیدم و حالا به هر زور و زحمت شد منو فرستادن خونه شوهر. یعنی بهتره بگم اگر ما میگیم جهنم، اگر ما میگیم دوزخ، اگر میگیم بهشت، جهنم من 1 سال خورده زندگی با همسرم بود. 15 سال ازش میگذره، 14 سال تقریبا ازش میگذره این قضیه، ولی هنوزم که هنوزه من یاد این چیزا که میافتم نه خواب دارم، نمیتونم یعنی داشته باشم چون آثارش تو دستامه، آثارش تو صورتمه. هر وقت دست چشم بهشون میخوره واقعا داغون میشم که به خاطر همبستر شدن چه بلاهایی سر من نیومد. اوایلش من فکر میکردم خب یه آدم تحصیل کرده است و به قول خودش از آلمان اومده بود و ترکیه زندگی کرده بود و گفتم حتما این میفهمه. خیلی راحت بهش گفتم ببین من نمیتونم. به من گفت این چیزا الکیه، من این چیزا رو اصلا قبول ندارم. به مرور به هم علاقه‌مند میشیم. گفتم من به مرور اصلا تنفرم بیشتر میشه. متاسفانه زندگی من با همسرم خیلی خیلی سخت بود. 3 بار دیگه از خونه فرار کردم. دفعه دومی که فرار کردم فهمیدم که باردار شدم و میخوام بگم تا چه
واقعا شرایط وحشتناکی اون بچه رو سخت کردم. دوچرخه سوار شدم و خودم رو از حالا کسایی که چیتگر رو میشناسن تهران میدونن که سراشیبیاش خیلی وحشتناکه. خودم رو از سراشیبی با دوچرخه پرت کردم پایین که بچه سقط شد. بار سوم و چهارم هم که فرار کردم، حتی بار سوم پدرم دستش درد نکنه با کابل ضبط سر تا پای من سیاه کرد. شاید تا 2-3 ماه من حتی نمیتونستم نه بشینم نه درست بخوابم. مادرم خدا بیامرز وقتی که صحنه رو دید خیلی حالش بد شد. مامانم خیلی درکم میکرد. فقط میگم چون خیلی مذهبی بود همش میگفت از خدا کمک بخوای، این چیزو بذاری کنار، این مسئله رو، این حستو بهت کمک کنه ول کنی. باورتون نمیشه ولی شاید بگم یه زمانی میشد که از خدا هم بیزار میشدم. بعد از بار 4 که فرار کرده بودم متوجه شدم مجدد بار دارم. خب خیلی کارا کردم. وقتی که به خونه مادرم برگشتم شاید 2 ماه باردار بودم. 2 ماه هم بود دقیقاً. آره. شاید 6 ماهگیش من خیلی کارا کردم. خیلی کارها. یعنی شاید باورتون نشه حتی آمپولایی که میگفتن بزنی بچه سقط بشه فلان، تا اینکه بیمارستان رو، یعنی کارم به بیمارستان کشید. شاید خیلی کارها کردم تا 2 ماهی که برگشتم خونه، یعنی برگشتم خونه مادری. برگشتم اونجا دیدم که خب هر کاری کردم تا اون موقع موفق نشده بودم. یعنی کارایی که خودم مینداختم و خیلی مثلا این کارا که مثلا انجام داده بودم موفق نشدم بندازمش. شروع کردم با دارو، یعنی داروهایی که میگرفتم از ناصر خسرو سعی کردم که اینو خب به اصطلاح اینم مثل همون قبلی سقط باشه. تا اینکه کارم به بیمارستان افتاد. حدود 17 روز تو بیمارستان طالقانی تهران بستری شدم. فشار خونم به 25 رسیده بود و دکتر بهم اعلام کرد که تو بچه سقط نمیشه، فقط دعا کن سالم دنیا با این کارا که کردی و اینو بدون خودت مشکلی برات پیش میاد. باید این 3 ماهو دیگه تحمل کنی. دیگه اون موقع 6 ماه باردار بودم. 3 ماه بستری دائم بودم تو منزل مادرم و چون حالم بد بود دیگه واقعا نایی نداشتم که بخوام چه سقطش بکنم چه حتی راه برم. این 3 ماه حتی به قول معروف میگه که بارداری بستری کامل هستن به اون حالت بودم تا اینکه زایمان کردم. حتی زایمان کردم من حتی نمیدونستم جنسیت بچم چیه. شبش که برام بچه رو آوردن و دیدم که پسر به دنیا آوردم، خب الان اصلا دلم نمیخواد این مسائل رو به اصطلاح این مسائل پیش بیاد. حتی دلم نمیخواد یه تار موش کم بشه. 10 سال دارم باهاش زندگی میکنم، تنها مونسم، تنها کسی که تو زندگی منو درک کرده و پا به پای من تمام مشکلاتو تو تهران زندگی کردم، تو شیراز زندگی کردم، چه اومدم ترکیه، حتی به خاطر منم مرز اومد. یعنی و خیلی سختی‌ها که تو راه کشیده بود. یعنی این بچه رو کاش که دوربینی چیزی داشتم اون موقع فیلم ازش میگرفتم که سر تا پاش گل و خار و لباسای پاره و کفشاش پاره شده بود. به خاطر من یه بچه 8 ساعت 9 ساعت کوههای یخ و برف و بیاد که مادری مثل من برسه. حالا اینو که دارم تعریف میکنم واقعا از خودم شرمندم. من تا 40 روزگیش حتی نگاش نکردم. حالا سوا اینکه بچه دار شدم، دومین مرحله که چرا پسر به دنیا آوردم، چرا دختر به دنیا نیاوردم. گذشت تا تونستم بهش عادت کنم. حتی بهش شیر ندادم. نمیتونستم قبول کنم که بهش شیر بدم. ولی خب یه روزی که حالا خدا رو شکر میکنم که بزرگ شده خودش من درک میکنه، میدونه، میشناسه، میفهمتم. مادر من هیچ موقع در اینا برام کم نذاشت. مادر من منو کلاس مینوشت. صبح تا شب من کلاس میرفتم. کلاس پیانو میرفتم. من 4 سال پیانو کار میکنم. کنسرت رفتم برای ناشنوایان. بعد شنا میرم. شنا اول شدم تو شهرداری، مدال دارم. من تو ایرانه، تو شهرداریه. بعد دیگه من تئاتر کار کردم. 3 تا تئاتر جایزه هم گرفتم. مادرم بردم مشهد با جایزه ها. فیلم بازی کردم. 3 تا فیلم. یکیش تلفیلم بود سیاه‌زنگی، توی مغازه ها سریاش بود.
بعد یکی از خود شبکه 2 سیما توی ماه رمضان. بعد یکی هم هنوز اکران نشده، یعنی نیومده رو پرده سینما. بچه که تو فراموش نکن. بعد از این همه فعالیت الان توی ترکیه چی کار میکنید؟ تو ترکیه فقط با کامپیوتر سر میکنم. واسم میگم ازش ممنونم که بزرگ شده و اینکه منو درک میکنه. مشکلات زیاد داشتیم تا 4-5 سالگیش. خیلی دکتر روانشناس میرفتیم چون نمیتونستم باش کنار بیام، به هیچ وجه نمیتونستم باش کنار بیام. دکتر حرفی که به من میزد میگفت تو پدر خوبی هستی نه مادر خوب، و واقعا این خودم قبول داشتم. مثل یک پدر همه چیزای مادیشو در برطرف میکردم، ولی خب شاید باورتون نشه هیچ وقت بغلش نمیکردم. فعالیتایی که داشتم، من مقاله می نوشتم. مقالاتم دفاع از حقوق زنان بود. زمانی هم که حالا قضایه موضوع سبز و این صحبت ها بود، من هم توی سبز دفتر آقای موسوی تو ترکمنستان و هم پاسداران عضو بودم. سر انقلاب راهو بسته بودن، راهو باز کردن همه ما باش، چون ما گروه اکیپ بودیم رفتیم مجدد راهو بستن. بعد یه ماشینای خیلی بزرگ که شبیه تانک بود ولی آب میپاچید. آب پاچیدن همانا و یهو از تو ونا مثل مور و ملخ بسیجی ریخت بیرون که با باتوم میزدن. کی بود تا صبح بیدار بودیم، یادت میاد سیگار پشت سیگار از استرس زیاد، شاید حبس سرنوشتمون تو صندوق، شاید فرجی بشه معجزه‌ای در بیاد. اون چیزی که ما باور داریم و میخوایم بس بد و بدتر نبود، فریاد مثل قده تو گلوامون گره خورده بود ولی کسی جواب گریه آمونو نداد. سال بدی بود اما من و تو بد نبودیم، این یه امتحان بود برامون رد نشدیم. یاد گرفتیم جواب مش همیشه مش نیست، زدن و ما باتون خوردیم و اونا ساندیس. آسم به لجن بکشن رنگ پیرهنتو، شکستن تنتو بستن دهنتو، گفتن به اون چه که نکردی اعتراف کن، مثل ندا به عزا میشونیم. موتور رو ورداشت پرتاب کرد که من خودمو میگم سپر این دوتا پیرزن تفلکی قرار دادم، سر یکیشون شکست و پای من که پای من تا 2 جا حالت در رفتگی شدید پیدا کرده بود که من خودم با مکافات بخونه. اون روز خلاصه خیلی کشتار و خیلی چیزایی دیدم که شاید تا 1 ماه به حال مملکتمون، به حال خودمون، به حال مردم گریه میکردم فقط. یعنی هیچ حرفی نمیتونستم حتی تا 1 ماه بزنم، اینقدر داغون بودم. شاید موسوی بهانه بود که برای من خود شخصی بهانه بود، راهکاری بود که مردم بریزن و درداشونو بگن، راهکاری بود که پیر جوون روزی که انتخابات شد ما دقیقا فردا صبحش هممون شب اولا جلوی فاطمی جلوی مجلس وزارت کشور خوابید، اینجا بودیم هممون. فردا صبحش از ساعت 10 صبح ما از پارکوی راه افتادیم. من به چشم دیدم مردمی که با بیجامه با دمپایی از خونه‌هاشون میومدن و به ما ملحق میشدن. یعنی جمعیت از شده بود، حالا من دیگه پارکوی نمیدم، ولی جمعیت بسیار زیادی ما داشتیم سر متحدی دیگه، اصلا وحشت تمام خیابونا شروع شده بود. خب این چیزها رو وقتی انسان داره میبینه که روزی که ما گذاشته بودیم روز تولد حضرت فاطمه، روز جشن ما بود که احمدی نژاد اومد واسه خودش جشن گرفت که ما اونجا هم خب خیلی کتک خوردیم، حتی گوشی موبایل من اونجا از دستم گرفتن بسیجی‌ها. حالا شانسی که آوردم خودم اون وسط گم و گور کردم، وگرنه خودم هم میبردن. داشتن فوش میدادن به ما، فوشای خیلی رکی. گوشی منو گرفتن و این باعث شد که من اونجا خب البته خب خیلی فیلم‌ها و خیلی چیزا داشتم که به اصطلاح توی اون گوشی من ضبط کرده بودم. البته بازم فیلم‌های دیگه‌ای دارم که گرفتم و اینا رو همه رو تقدیمتون می‌کنم که ببینید. وقتی که این گوشی رو از من گرفتن، من تنها کاری که تونستم بکنم که خودم گم و گور کنم اون وسط و یه جوری خودم قید گوشیمو به قول معروف زدم و اما اینا تقریبا ما به سمت بولوار کشاورز رفتیم. اینا فهمیدن یه عده به قول معروف جیر بابا و جیب خور دولت، کیک و ساندیس خور دولت دنبال ما دویدن و با گاز اشک‌آور و با فوش و با تهدید ما متفرقه شدیم.
بین مرد و زن و خط زدی، حتی به عشق مجید رو سری سر کردی. حرفامون روشن بود و گوشاشون کر بود، همه درخت شدیم حکممون تبر بود. چه خیابونا همه بوی خون میداد، جلو چش رستم سهراب جون میداد. دستی که قلم داشت و قلم کرد، به اسم خدا کشتن و قل و غم کرد. حرف که خب خیلی دارم، شاید حرفای من برای پدرم، برای برادرم، برای خانوادم مثل تیری باشه تو خنجرش. یعنی واقعا اونا منو به این صورت احساس میکنن که به نظر اونا من کافرم. شاید روزی که پدرم تو صورت من نگاه کرد، من 6 ماهه به دنیا اومدم و تو صورت من نگاه کرد و گفت کاش که 6 ماه به دنیا اومده بودی میذاشتم میمردی. تو باعث ننگ منی. 4 تا بدبیرا که خب اصلا دوست ندارم یعنی بگم، ولی میخوام اینو بهش بگم که پدر من، برادر من بچه شما، من خواهر تو هم، بچه پدرم هستم. خداوند همه ما را آفریده. من نمیتونم با حسم با مغزم بجنگم. فقط ازشون میخواستم یک کمی درکم کنم، خیلی کم، یا حداقل برای یه بارم شده بود وقتی من داشتم میومدم 3-4 بار رفتم سر کوچه پدرم اینا که یه بار ببینمش، یه بار بغلش کنم. شاید دیگه هیچ وقت نتونستم برم و ببینمش، ولی وقتی منو دید پشتشو کرد به من و رفت. حتی اجازه نداد دستشو بگیرم. خب اینا همش درده واسه من. شاید برای خیلی‌ها درد نباشه، ولی برای من اگه تو ایران بودم میگفتم خب یهو میبینی تو میدون ولی از بابامو دیدم، شاید فلان جا دیدمش، ولی الان دیگه نمیبینمش هیچ وقت، حتی صداش هم دیگه نمیشنوم. خب خانواده یعنی تا زمانی که من 17 سالم نشده بود این چیزا اتفاق نیفتاده بود، ولی وقتی که خودشون پیش آوردن مسئله ازدواجم، خودشون باعث شدن، شاید اگه هیچ وقت ازدواج نمی‌کردم هیچ وقت خانواده‌ام نمی‌فهمید، همه چیز همینجور پنهانی پیش میرفت. از کسایی که مثل من هستن ازشون میخوام بیان راحت زندگی کنن، خودشون باشن، حتی هر جا که زندگی میکنن تحمیل نکنن به خودشون، هیچ چیزی تحمیل کردنی نیست، با حسشون نجنگن و سعی کنن با حسشون دوست باشن. ما اینجا الان پناهنده‌ای خیلی دوران سختی داریم، ولی من حتی داروهای افسردگیمو نمیخورم، یعنی اینقدر آرامش دارم، واقعا آرامش دارم، واسه که میدونم همسایم نمیگه تو کی هستی، چی هستی، از چه جنسی هستی، اینا همش برام آرامش. ازت خیلی ممنونم آرش جان، به حرفام گوش دادی. امیدوارم که همه مردم یه روزی به این برسن که به شخصیت، به افکار انسان ها احترام بذارن. مرسی از شما. خیلی ممنونم. منتظر روزاییم که خورشید تو آسمونم از صبح میتابه، هیچی جز آواز گنجشگاه تو گوشم نیست، صدای باد خزون سرد نوباره تو گوشم زمزمه کرد، دارم میرم مرد تموم شد دیگه فصل سر فریاد میکشم